ای سن اسلامی، ما برادرای تو از تاجیکستان هستیم. 4 روز باز انتظار تو هستیم. از تاجیکستان با تو توفه آوردیم، خواستیم تو رو از نزدیک ببینیم، توفه کنیم. عید مبارک، تا دیدار. ما انتظار تو هستیم برادر. بچه چه گپ خبرش کنی رادنوی حتمتش کنیم، جدتش داریم همینجا رادنوی بینیمش ببریم حتمای گپ خبری خود مرادنوی. آی سن اسلامی، من بچه تاجیک آمدم که تو رو ببینم، انتظار تو هستم، خیلی شاد میشوم تو رو ببینم و تو یک توفه عالی از تاجیکستان آوردم. انتظار تو هستم برادر حاجی، انتظارت هستم. بچه چه حتمتی چیش میکنه، چیکارش میکنه نمیکنه، در این تای خانه شون بنویسینش گپ خبرش کنه، بینیمش رادنوی جلک تاقی تاجیکی را پوشانیم شو و تبریکش کنیم و بزنیم بریم رادنوی. آی سن اسلامی، به نهایت شادم که تو من رو قدردانی کردی. من میدانستم تو برادر خاکسار عادی هستی، من تو رو دوست میدارم، خواستم بیایم تو رو از نزدیک ببینم. فردا صبح صادق تو رو انتظارم. یه برادر تاجیکستانی من که فکر میکنم که ایشون هم همین توی اینستاگرام هستن و اینا، مثل این که اومده جلوی خونه یه ویدیو گذاشته که ما برادرای تاجیک تو رو دوست داریم و برای تو یه چیزی آوردیم، یه کادو برای من آوردن، یه چیز تاجیکی برای من آوردن. یه جایی دیدم، الان حضور ذهن ندارم. اون برادر من که اومده بود دم در خونه، اسمشم نمیدونم چی بود، چند بار اومده بودی اینجا به من یه چیزی کادو بدی، از تاجیکستان اومده بودی، به من گفتن از تاجیکستان اومده. برادرای تاجیک من نبود اینجا همینجوری برن. سلام برادرای تاجیکستانی من، خواهرای تاجیکستانی من دیدم شما منو فالو میکنین، فدای شما من بشم، جیگر شما رو من برم. من با بچهای افغانستان خانه یکی هستیم، یعنی سفره یکی هستیم. ایران هم که دیگه خب هر جا برم با خودمون میام دیگه، ما ایرانی ها با هم هستیم. آره برادرای تاجیک، خواهرای تاجیک من، خیلی به من لطف دارین. من عاشق زبان زیبای فارسی اصیل شما هستم و امیدوارم یه روزی بتونم فارسی رو انقدر زیبا و روان و شسته و رفته و زیبا از تمام قلبم فارسی صحبت بکنم و یه سری کلمه‌های عربی که اینا در وجود ما تو این چند سال کردن و از ذهنم پاک بکنم و از ته قلبم فارسی صحبت بکنم. میگم اما کجا هستی تو؟ من چند بار اومدی دم در، آمارت رو من دادن، نمیخوام ناامید بری. کجایی؟ برادر من، برادر تاجیکستانی من که هلوش میگفتن 700-800 هزار تا فالوور داری، هم تاجیکستانی دوستت دارن. چند بار اومده بودی گفتن یه چیز کناف نمیدونم، یه چیز تاجیکستانی که مال تاجیکاست میخواستی برای من بیاری اینجا، به من آمار دادن دور و بر خونه من. فردا هم اینجا بپلک داداش من ببینمت. میگن چند بار اومدی، میگن چند بار اینجا نشسته بودی، عکستم برای من فرستادن، یه کیفم رو دوشته. من دوست ندارم تو ناامید اینجا بری. اگه اومدی چند روز وقت زندگی رو داشتی منو ببینی، فردا هم اینجا باش میام سراغت، نازتو برم. کوچیک بچهای تاجیکستان هستم، خاک پای همه شما. آره فردا میخوام یه ذره برقصم با چند تا آهنگ. آره